اوضاع چطوره؟ والا یکم باد هست ولی گوشت شکارم خدا شکر پیدا میشه. باریکلا، عجب تیک درستی زدی ها. آقا احمد اوضاع خوبه؟ آقا بلندشین بیاد. به چی میکنه؟ یه نرمشی، یه ورزشی. یه ساعت دیگه اگه جایزه دادیم پشیمون نشین ها. بگه با این جایزه خوب سیچه به ما نگفتی ما ورزش کنیم. بیاین آقا اشتباه نکنید، شکماتون رو کم کنید، بدنتون رو بسازید، روحیتون رو درست کنید. باریکلا. حالا نه، حالا فیکس. درود بر تو مرداد. چه قسمتی هستی؟ خدمات. چند سال سابقه داری آقا مرداد؟ 28 سال. 28 سال. ماشاءالله. ورزش هم می‌کردی؟ قبلا چرا؟ چه ورزشی؟ بدنسازی میرفتم. باریکلا باریکلا. آقا تکه نده بهش. زرنگ باز در نیاد. شیطون. آقای مکمندی امروز چندمه؟ هفت مرداد ماه. 7 مرداد 1372. چه روزی است؟ تولدت مبارک. انشالله که آینده این شرکت به دست شما جوونا پرنورختر شه. باریکلا. آقا به افتخار آقا تولدشه. شیفت شب و شیفت روز انجام. نفر اول آقای اسماعیل جعفرزاده که سر راننده کنه، سر دکره. ولی نفر دومش آقای محمد نظرپور یا نظری. بله با افتخار. آقای شیوانی مبارکت باشه آقا. طوری که نمیخواستی شرکت کنی آقا. درود بر تو. نفر بعدی آقای اسکندری باز رو دکله، آقای علاسان رو دکله. ولی کسی نبود داخل مسابقات داد که با توجه به روز کار سختش ولی امتیاز 98 آورد تو داشت. میشه سلطان علی منصوری با افتخار. خدا قوت. افتخار داری آقای منصوری. انشالله همیشه پشت زندگی محکم و استوار باشی. درود بر تو.